به نام خالق دانا و توانا، سلام و عرض ادب و حرمت به منظر همه شما دوستان نهایت عزیز و گرانمهر که صفحه من را از گوشه و کنار جهان، چه از داخل و چه از خارج کشور تعقیب می‌کنید. امیدوارم که همیشه صحتمند و سلامت باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. از بلاهای زمینی و آسمانی به دور باشید. دوستان نهایت گرانمهر و مهرورز، دکلمه در مورد مکتب به سمع حضور شما عزیزان میرسانم، انشاءالله که مورد پسند همه شما عزیزان دل قرار بگیرد. اگر هر روز کتابم را بسوزانید، به برگ تاک بنویسم. اگر هر روز کتابم را بسوزانید، به برگ تاک بنویسم. جواب امتحانم را به برگ ناک بنویسم. مده از میوه تاکم اگرچه گشنه‌ام، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم. امیدواریم هر چه زودتر دروازه های مکاتب، دانشگاه ها و یا پانتون ها بروی خواهران ما شما باز بگردند و به دروس خویش ادامه بدن و یک جامعه اکادمی و علمی در افغانستان عزیز ما شما داشته باشیم. تا دکلمه دیگر، بدرود.